كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. درس 15 کردار بندگان کسب آنان است. و جمیع افعال العباد من الحركة والسكن كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، والطاعات كلها ما كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وقدره، والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره. تمام افعال بندگان از قبیله حرکت و سکون در حقیقت کسب و دستاورد خود آنهاست و خداوند متعال خالق و آفریدگار آن است. تمام این افعال به مشیت و علم و قضا و قدر خداوند متعال انجام می گیرد. تمام طاعات و عباداتی که ثابت است به امر خداوند متعال و با محبت و رضا، علم و اراده و قضا و قدر او تعالی است. تمام گناهان و نافرمانی ها به علم و قضا و تقدیر و اراده خداوند متعال است، نه با محبت و رضا و امر او تعالی. و جمیع فعل بنده ها چی از حرکت و چی از سکونت، چی کفر و ایمان و چی طاعت و عصیان، اختیار و کسب خود بندگان است. این نه مجاز است و نه اکراه و نه غلبه، بلکه همه این را بندگان از روی اختلاف هوای و هوس، میل و خواهششان اختیار می کنند. الله تعالی خالق و ایجاد کننده فعلهای بنده است موافق اراده خود، اما کسب و انتخاب فعل از سوی بنده به عمل می آید. کاسب به کسبش مستقل نیست، اما خالق به خلقش مستقل است. حضرت امام اعظم رحمه الله گفتند: اقرار میکنیم که البته بنده با جمیع اعمالش و اقرارش و معرفتش مخلوق است مر الله تعالی را، نه چنان است که اهل معتزله عقیده دارند. و همه افعال از خیر باشد یا شر، اگر چندی که کسب بنده باشد هم به مشیت و اراده الله تعالی است و به علم او و موافق حکم و قضا و قدر وی است. همه طاعت ها که شامل فرض و واجب و سنت و مستحب و هر مقداری که باشد، خواه کم و خواه زیاد، واجب امر الله تعالی اند. به محبت و رضایت و علم و مشیت و قضا و تقدیر خود الله تعالی است، موافق با آن چی که در لوح المحفوظ ثبت رفته بود. همه این به مقداری که الله تعالی تقدیر کرده است حاصل می شود. نگرید به سوره انفال آیت 46، سوره آل عمران آیت 76 و 134، سوره بقره آیت 222 و سوره مائده آیت 119. همه گناه خواه صغیره باشد و خواه کبیره به علم او تعالی و قضای او و تقدیر او و اراده وی است، نه به محبت و رضا و امر او. یعنی خداوند امر نمی کند به انجام دادن گناه و رضا هم نیست به این، بلکه این اختیار خود بنده است. اراده و مشیت عام بوده در فعل پسندیده و غیر پسندیده وابستگی دارد، اما رضا، محبت و امر به احسان به کار درست و ثواب وابستگی دارد. از این خاطر به قضای او و تقدیر او تا جایی که از الله تعالی است باید راضی شد.
به چی نوعی که باشد اگر اراده او تعالی نمی بود هرگز هیچ چیز به وقوع نمی آمد. نگرید به سوره آل عمران آیت 32 و 57، سوره الزمر آیت 7، سوره نحل آیت 90. به خلاف امر او نباید راضی شد، چون که کار نهی ضد امر است. بنابراین تصور کرده نمی شود کفر را این که به امر او تعالی باشد. این قول نزد سلف صالحین معروف و مشهور است. مثلا وقتا که تقدیر کسی کافری باشد باید تا جایی که از الله تعالی است به تقدیر باید راضی شد، لکن وقتا که بنده کفر را کسب می کند رضا نباید شد، چون که خلاف امر او تعالی شد. زیرا رضای کفر است و کسب و اختیار از جانب خود بنده است، نه در آن که تقدیر، و خداوند داناتر است به همه این مسئله ها. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. با همین درس این روزه را به آخر می رسانیم. منتظر درس های آینده باشید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.